مردم این سرزمین همون روزهای تلخ و غم و اندوه، روزهایی که مصیبت به سر مردم این کشور آوردن، خب تشکیل کنندگان حزب نهضت اسلام مردم فراموش نکردند. درد و داغی که مادران عزیز ما داشتند هنوز هم در همون درد می سوزند و مدتها هم گذشت از این کار دهشت انگیز خود دست نکشیدند و به هر راه روش میخوان که مردم ما را گمراه کنند، جوانان را به راه بد ببرند. من در تعجب هستم، خاصتا در موضوعی که چی میخواسته باشند، در حالی که وقتی که از دین صحبت میکنن، از دین اسلام صحبت میکنن که ما خب نهضت اسلام هستیم. از کدام اسلام باشه؟ در حالی که اسلام همیشه پیروانش را به رحمت و شفقت و محبت و برادری دعوت میکند، برای سازندگی دعوت میکند، نه سوزندگی. امروز با هر راه و روش به واسطه راه های مجازی میخواهند گمراه کنند جوانان را، لیکن دانسته باشند که مردم هرگز اون لحظه را فراموش نکردند.